سلام، میخوام بده باشین. امیدوارم که حال تو خوب باشه. خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه. امروز تو این ویدیو قصد داریم که با $1 چالش‌های مختلفی بریم. اول از همه این توضیح هم بدم که خیلی از یوتیوبرها ویدیوی چالش $1 گرفتن، ولی خب اونا اکثرا یک سری کارهای تکراری توشون انجام دادن. ما قرار نیست این کارا رو انجام بدیم. متفاوت. بله، اول اینکه ما قراره تو این چالش $1 تفریح بکنیم، یه خوراکی بخوریم که اون با چالشه، و اینکه سومین مورد سورپرایز میفهمین در ادامه ویدیو. قبل از هر چیزی لایک و کامنت و ساب فراموش نکنین. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب خوش اومدیم باز به ویدیو. چی میگم؟ خوش اومدین. چالش از اینه که ما قراره یه خوراکی بخوریم که خوراکیمون نودله. قرار خریدش رو میبینین و تفریحمون گرمته که مشخص اصلا پسر مگه میشه تفریش به غیر از که چیز دیگه هم باشه با $1. و اینکه سورپرایز گزینه سوممون هم متوجه میشین که قراره با $1 چی کار بکنیم. خوراکی که قراره ما بخوریم نودله و فقط خالی نیست با نودل بخوریم، قراره با چالش تند، شور یا شیرین بخوریمش. بالاخره $1 باید سختی بکشیم. تفریحمون هیچ چالشی نداره. مورد آخرم که سورپرایز ویدیوه. پس قبل از هر چیزی حتما کانال ما رو ساب بکنید. ممنونم. بریم برای سراغ اول تفریح، بعدش برای خوراکی میبینمتون. کسی نمیخره فکر کنم تاریخ آره خیلی صدا بده. الان یه آبنبات هم بده. ببینم به ما بده. گذاشتی برات کنار. تاکتیکای ناشناخته است. گل اول رو نمید میخورم. تیم هم پاچید. اشکال نداره، بهونه خوبیه. بازی مهم رو برداشتیم، باید برداشت الان میبازیم. فکر میکنم موبی نیستی؟ نه، همین بازی قبل بردمه. تو عجب. با چی بردی؟ پنالتی؟ آره. فرانسه برگشت. گفتم فرانسه برگشت. اومدیم پنالتی. نرینی بابا. چپ گل نگاه. میگفتن چپ گل. به چه قیمت؟ وسط گل نگاه. تنها جایی که پسرها به همدیگه اعتماد ندارن. نشد. اشکال نداره پسر. چپ گل. هر کی نزنه چپ. چپ زدم دیگه. چپه؟ چپ من بود. چپ توه؟ راسته. وای خیلی بد زدم. چی میگیره؟ گولمو خوردی. ببین فهمی تو چی کجا دادم. اینو میگیره. نگاه الکی. آخریه یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید خودت. تمام. فرانسه برگشت. گفتم میبرم داداش. آره بالاخره تیرکی که نزد و هریکین و برند ببینید. تفریح مشاهده کردیم. بالاخره هرشی همیشه برنده است. برنده تو کامنت ها. خیلی بریم برای چالش نودل. آی وای. بریم که این برای دوربین رو بهتون نشون بدم. میشم آب جوش بیاد برای چالش نودل. بذارم نودل آماده شه، بعدا میایم که بریم چالش تند، شور یا شیرینش رو با هم دیگه بریم.
بنده نودل رو گذاشتم. به به اصلا رنگ و نگاه. و اینکه قیمت تفریمون شد 30,000 تومن. عکسشو براتون رو صفحه میذارم. قیمت نودل هم 24 تومن، سرمجرور 54 تومن. دلار اون موقع که من ویدیو رو گرفتم 113 تومن بود. یه چیزی هولوش 60 تومن بگیم ما موجوده که برای چالش سوم که سورپرایزه داریم دیگه. ما 60 تومن داریم. این آماده شه میام خدمتتون که بریم برای چالش تون شور یا شیرین. نودل آماده شد. چه چیزی شد اصلا توش موج میزنه. بیارم بریم برای چالش. من بیام بشینم. چه خبر؟ خوبین؟ خوشین؟ امکانات اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. شور شیرین. تندم هر که ایشالا تند نمیفته. معلوم باشه بزنیم. بسم الله. وای تند افتاد. یا همونطور که میبینی تند افتاد. خوبه. حالا میریم برای عملیات آماده سازی. معلوم باشه چقدر من میریزم. اگه این کم ریختی زیاد ریختی. واقعا این تنده و سس تندم رو میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه هم هیدری پسند. چالش های $1 چیه خدا وکیله. ما یه ذرم آب لیمو میریزیم. ترکیب مریض درست میکنم. ما اینکه چالش ما تند بود ولی ما بشه خوردتش. این مرتز وای حاجی خیلی تنده. من بخورم همشو. اوه بس سقف زبونم داره میسوزه. من نودلی که گرفتم با طعم گوشه ولی فقط طعم فلفل داره من میخورم. درشو میخوام بخورم که چالش رو تموم کنم. بگم چالش $1 الکی نیستش. خیلی تند شد. این فلفل سیاه بود ولی فلفل سیاه ارگانیکه. این یه ذره میریزی تو غذا به شدت تند میکنه. من که دیگه زیاد ریختم. خدای وکیلی تا اینجا رو دیدین حتما لایک کنید. دمتون گرم. اینو خوردم من. نگاه گریم برنامندگان نگاه. نه این تون نبوده وقت. وای من نمیدونم مردم چجوری اینقدر تند میخورن. اصلا نمیتونم. من واقعا تند بود. بقیه‌اش هم جمع میکنیم. این از خوردن اون از تفریح. بریم سراغ چالش آخر که سورپرایزه. قراره بفهمید من با $1 چیکار میکنم. بقیه یوتیوبرها با $1 صبحونه نهار شام تفریح میکنم. من این خوراکی خوردم با $1 حرفا نمیزنم. این خوراکی خوردم با $1 تفریح کردم با $1. چالش سوم نمیگم که بریم ادامه این ویدیو رو ببینیم. دوستتون دارم. بریم من زودتم بخونم. خداحافظ. ادامه چالش $1 خوشحال کردن برای رفیقتون هزینه کنیم. نخورید آقا. از این نخورید. از چی زید آره هم. خب دوستان در ادامه چالش های $1 این بود که ما یه نفر رو خوشحال کنیم با
60,000 تومان که ما اون نوشیدنی سمی رو گرفتیم نخورین حاجی، نخورین، خیلی سم بود اون نوشیدنی. اصلا من اونو خوردیم واقعا چیز شد. الان باز ویدیوش هم میذارن. یه بار دیگه میخوایم ببریم بدیم به رفیقمون، یعنی رفیقمون رو خواستیم خوشحال کنیم ناراحت شد. یه بار دیگه ببریم فقط واکنشش رو نگاه کنین، همراه من باشین. اگه تو این ویدیو رو دیدی حتما لایک کن، میدونم که لایک کردی. بریم یه بار دیگه این نوشیدنی سمی رو به خوردش بدیم. الان ویفه خورده تشنته متی با جایزه آورد. آقا مگه ما قرار بود خوشحال کنیم؟ نخوریم آقا، از این کسچه نخوریم، خیلی بد بود. آقا مگه قرار بود تو رو خوشحال کنم؟ خوشحال شدی دیگه، بگو تو دور بی خوشحال شدی. خیلی خوشحال شدم. بچه دیدیم من چالشو به خوشید انجام دادم.